میگیرن این کس علاقه حرکتی پولس حالا استودیو خیلی شما هم خیلی که پولستون میگیم که خونرویتون حالا شما جوان هستی رنگ روتون دیگه خیلی خوب پولیسی شما خیلی خوب گیم که همین کمتر امنیتیت میگود پستر هایده که پستر هم که هر روز اگر میخواهید که 7 دانه چهارمغز یک قاشق خوراکوری عسل گم که دیگر روز استفاده ببرید خیلی خوب میشه. خب سلامت باشید. تشکر. بیننده عزیز البته هم توانستیم که برنامه رو پیشنهاد کنیم و همچنین از خود رو تشخیص هم کرده باشید. به یکم تجهیزات تکنیکی به یکم من میدونم تموگراف رو تشخیص و تبلت که تعیین نکردن 4 مغز اصل گفتن. مهم است که نه از عموما بدون داروهای سنتتیکی. استاد میخواستم دانستم که امروز چون با شما در قزاقستان در اونجایی که شما فعالیت میکنید بیشتر با کدام تشخیص مراجعت میکنن؟ بیشتر در قزاقستان که مردم های قزاق ها گوشت میخورند. برای گوشت میخورند فشار خونشان بلند. عموما مردم آسیا مرکزی بیشتر خوراکایی که با گوشت آماده میشود دوست می‌دارند و خوراکایی که با خمیر آماده میشود. خمیر ها. همین گوشت خمیر گویم که این بسیارتر موقع قزاق‌ها هست. هم بیشتر همین که شما میرید یگان خانه نیست که بیشتر موقع شما را وای مهمان نکند. همشان شما گوشت اسب کرد. این مردم هایی که بسیاری که وای گوشت اسب خیلی حال کرده نمیتونند. لیکن در قزاقستان جای خنک است. من که در ولایت کوستانای اونجا زندگی میکنم قریب 20 سال شد. اونجا همین شب تا گویم زمستان تا 40-50 گاز خنک میشه. خب اقلیم تاجیکستان چون شما از اقلیم کشور قزاقستان گفتید اقلیم کشور ما رو چگونه بها میدید برای سالمی تو چه اندازه نمیدونم مطابقت میکنه یا موافق است از نگاه شما؟ تاجیکستان این یک هم خیلی گویم که کشور این کشوری جنت همه چیز هست چی که خواهید اینجا با میسازد که من بسیار میگم که این مردم های تاجیکان چخیل کسان میشن همه چیز دارن در قزاقستان گیم کارتوشکا بسیارتر میشن در همین جنوبی قزاقستان سبز دیگر کرم و دیگر سو اونجا مال بسیار هست غله بسیار هست این خیلی برای انگور نیست شفتالو نیست دیگر انجیر نیست همه چیزهایی که وایها میبرن و استفاده میبرن همه کس استفاده نمیبرن برای همین در تاجیکستان این یک کشوری جنت. یعنی شما گفتنی هستید که تاثیر ویتامین هایی که در ترکیب سبزیجات و میوه های تاجیکستان است بیشتر است و با استفاده آن باید که استعمال کننده و مساکینان باید که قریب که مریض نشوند. درست است. خب استاد میخواستم با شما سوال کرده باشم اوید استعمال سبزیجات و میوه ها خب تاثیر آن چگونه است چه مقدار باید هر یک نفر سبزیجات و میوه ها استعمال کرده باشد و میکروگرم آن چگونه باشد؟ شکر زیاد من چطوری که میدانید در همون سیستم سالم گردانی با اصول دکتر طاهری نویسنده که طول روز باید هر یک انسان حدودی تا 1 کیلوگرم سبزیجات میوه‌جات کبودی استعمال کند. بار دیگر ما با تاریخ اگر نگاه کنیم قبلا آتش نبود دیگر چیز نبود همه یک واسطه همون گیاهخواری میکردن از زمین استفاده میکردن و امروز زیاده از چندین میلیون آدم ها هستند که وگیتاریانیسم میگن عموما گوشت استفاده نمیکنن چون که همه چیز در ترکیب همون غذا هست و البته از ترکیب زمین وابستگی زیاد دارد. خیلی که از اینجا ارگاشوای گفتن که در قزاقستان کارتوشکا میروید دیگر چیز اگر ما از جهتی قانون‌های وگیریم ممکن کارتوشکی ما از کارتوشکی قزاقستان فرق کند ترکیب شیمیاییش خیلی که شما گفتید ماکرومیکروالمنت‌ها ما یک کار علمی گذراندگی بودیم مسئله قاق زردالو قاق شهرتوز که تعریف کنیم بادام و اصفهان نظر به این شهرتوز آن کنار روپا اینجا ترکیب کالیوم مگنی پننگی گوییم زیادتر هست اگر مثلا 4 دانه زردالوی تعریف کنیم بادام و اصفهان خورید دیگه 10 دانه شهرتوز که تورم میده ترکیب زمین حاصلخیزی از چی عبارت است از اون وابستگی است مثلا آدم ها فکر بکنن همه زمین یک خیل زمین است
وقتی که من چایهای اول مرتبه چای اختراع کردم رسیه بردم با گروه علمای گیاهشناس اونجا هر ماه کانگرس یعنی общество фитотерапевтов جمع آمد میشد بحث علمی شد گفتن چه فرقی دارد گیاهای تاجیکستان و روسیه من اثبات کردم که در روسیه همه وقت برف و باران نمیگیری یکمش مینرال ها شسته میشن کمتر هست در ترکیب گیاه های شما دومش نورهای آفتاب نمیرسد انرژی فتوسینتز برای همین وقتی که ما چای های برده بودیم نرخ چای که ما در روسیه برده فروش بموندیم 10 مرتبه قیمتتر بود آدما میخریدن میخوافتن چون که الکی تاثیر فایده بخش میدونستن برای همین امروز کوههای تاجیکستان تمام از کشورهای زیاد میبیان مثلا از یاپونیا الکی کار کرده موسن از امریکا از حتی همون سیستم گربالایف اومده میخوان که از ما گیاه برن و در اونجا استحصالش کار بمونن این از ترکیب زمین وابسته است خیلی که این کس گفتن که اگر داروهای شیمیایی داشته باشن اونها ضرر خود میرسونند من با قریب یک سوال دادم که برای چی امروز بچهای جوان حاضر قدشو پاست برای که همه چیزایی که از خارج کشور میبرن چیزهای ضررناک دارن ارگانیسم با آدم‌ها عادت کردن که خوشرو باشد همون چیز استفاده میکنن نه که نمیدونن که بعد چی هست برای همین ترکیبی همین نیروهای مینرالی قبلا تمام زمین ها با تاجیکستان با پاره‌های از آگل‌ها از کوه‌ها که مولا میچریدن آورده استفاده میکنن حاضر همه سلیتر میانزد فسفر میانزد تستر کلان شد برده فروشد یک فایده گرفته فکرم آدمایی که میخوان آینده عمر دراز بینن چیزایی بکنن بیا همون نزد حولگی خودشو با پاره‌های مینرالی اساسی استفاده میکنن و توصیه ارگاش وقتی همون توربو همون پیاز و چیزایی برای سوستی توابط میتونن با نرخ قیمت فروشن تخم خانگی میگن تخم خانگی تخمای سنی که چی هست فرقش از زمین تا آسمان هست نه که ما میبینیم میگیم همش تخم است اما آدم هم تو ببینید صد خیلی آدم میگذره نه که فرقیت داره فرقیت از جهت فکرانی از جهت خوراکخوری از جهت جسمانی آدم الکی بها دادن ممکن و چه خیلی آدم هست چه خراکتر دارد چقدر عمر میبیند ما چیزهای زیاد داریم من بسیار علمای آموختگی ما حتی پروگنوزировать یعنی معاین کرده میتونیم در زیر متدهای پسیکولوژی پسیکوتراپیوتی گیپنوز که آدم چند سال عمر دیده میتونه در سن 90 سالگیش و چه خیلی میشه در 100 سالگیش آیا به 100 میرود من در لابراتوری رسی در این سیستم کار کردگی بسیار چیزها میدونم دیگه افسوس که وقت نمیرسد که همین کارو کردم برای همین من فقط مردم به همکاری دعوت میکنم که بیان ما یک علم دانش داریم که ما یادیم مثلا من دیروز در این کاردیولوژی که در یعنی ساناتوریوم کاردیولوژی رفته با 15 نفر دکترها همشیرهای شفقت صحبت گذاشتن و یک جهان غذای معنوی گرفتن فهمیدن که فقط یک دو تا داروی برای دل خطی تبوان میکرده آدم ناز نمیشه همون شما سیستم سازید آدم ناز میشه و حتی بوگ همونجا نشون داده گفتم که شما همین برگ زردآلو استفاده میبرید نه برای که همون چای اونها باید همون برگ زردآلو شود نه اینکه چای فرمول چای کباب البته برای دل خصوصی خوب دارد خیلی همون گرد اطراف گلو چیزای فهمیده دادم یا خیلی دانش گرفتم ممکن در آینده عملی کنم یک چیز آموخته همین برای همین مثلا همین برنامه ما من این واخوری ها همین برای پیشروی جامعه برای سالمگردانی برای صلح و دوستی حمایت کردن محیط زیستی زندگی آدم. خب تشکر و میخواستم سوال نوبتی رو به مهمان ارگاشوی ارماتویچ پیشنهاد کرده باشم و میخواستم دانستن که امروز تا چی اندازه مردم قزاقستان به طب خلقی توجه دارد. همین طب این میدونید که طب خلقی تردیسیون نارودنی مدیسینا میگوید خود بسیار آدم ها هم دکتر ها در قزاقستان که من آمدن پیش من گفتن که ما همین داروهای شیمیایی الرژی شدیم همین ارگاش ما به یاردم کن من گفتم خواه من خیلی نگاه کردم گفتم کسلشه هم گفتم که ارنگ روش باشم بیخواه من علف تیار کردم یک 3-4 روز گفت تلخ گفت من گفتم اوکن شیرین نمیشد اوکن علف گوشت گفتم طاقت کن یکون هفته در روز ناز میشه بعد تلفن کردن که خیلی خوب شدیم نخ شدیم
ولی آنکه که آدم هایی که پیش من میبیان مراجعت میکنن خیلی خوب میشن و دیگرها خیش تابارهاش همین شناسه هم میگن هم خیلی کم میبیان که من وای های همین خیلی تلفن که وای کتا نویسته وای های قبول میکنم بسیارتر. خب تشکر. میخواستم از اون آگاه باشیم هم و هم تماشابینان عزیز ما که این لحظه برنامه ما رو تماشا دارن که شما چند روز در شهر خوجند هستید و ساعتی کاری چگونه است که اگر نفر میخواد مراجعت کرده باشد شما رو با سوال این که جواب میتونم چون که از مهمانی ما هستند البته مردمی ولایت سوق میدونن که واضح رو پروی جمعه بازار ما یک مرکزی طب خلقی تاسیس دادیم از ساعت 8 پگاهی تا 12 ما فقط همین روز در اینجا هستیم پگاه در شهر کانی بادام دو روز در شهر اسفره بعد میبیویم یک دو روز دیگر در همجا قبول میکنن تقریبا تا روزهای 5 6 نوامبر این کس همراه ما هستند و در آینده هم مثلا از ازبکستان مرکزی طب خلقی از شهر سمرقند پروفسورها هستند از روسیه از ایران آنچه که از چکسلواکیا بلغاریا که ما همکاری دارن ما آهسته آنها رو دعوت میکنیم در همین جا مصلحت و مشورت آنها هم گرفته میتوانند حاجتی به جاهای دور رفتن لازم نیست این اولین مثلا گوییم که در همین مرکزی که ما تاسیس دادیم اولین مهمانی که ما دعوت کردیم من میتوانند به همین مراجعت کنم به همون تلفن های ما که قبلا در اکران اعلان میرفت ما مراجعت کنم و نام نویس کنم. خب تشکر. وقتی ما به انجام میرسد در انجام چی گفتنی دارید در انجام برنامه؟ من گفتن من که جمهوریت تاجیکستان همیشه گل برای شکوفت آدم های مردم های تاجیکستان کسر نشوند همشان ساخت سلامت گردن. خب تشکر. نیت شما چگونه است استاد؟ نیتی من 100 سال عمر دیدن مردم همه وقت خوشبخت باشند چهرهاشون با خنده باشد دائم رقص کردن سرود خوانه کردن نسبت یکدیگر فقط سخنهای نازگون من میخوام که تماما گپ‌های قبیح از زبان مردم ما دور شود و من به حکومت جمهوری هم پیشنهاد کردگی هستم که آدم‌هایی که در جاهای جمعیتی درمشان گپ‌های قبیح می‌برند از 50 تا 500 سومان جریمه کرده شود در همه حالتی جریمه شد گپی گنده دیگه از دهانشان چون که یک سخنی ویران سخنی گنده همه جای ویران میکند انرژی ویران میکند انرژیتیک انسان دعوت ما مردم به همین که سخنی نقص لفظ خوش گفتن خندیدن حرکت کردن یکدیگر را دستگیری کردن تا 100 سال زندگی کردن این برنامه ما. خب تشکر با شما مهمانان عزیز برای اشتراک کردن در برنامه ما و در فرجام در سیمای شما ما به همگان سلامتی رو تمنا داریم و البته همچنین در سیمای شما ما سلامی تاجیکانه خود رو به مردم قزاقستان میرسونیم و شاد هستیم که شما امروز برای باز هم کمک طبی رساندن در سمت گیاه درمانی به شهر خوجند آمدید که امروز و فرداهای دیگر با استاد ما ظهور طاهری از پی این کار خوب هستید یعنی که خدمت رسانی طبی. خب بار دیگر سلامت باشید و بینندگان عزیز خاطر رسانی میشم که مهمانی برنامه ما بودن خولماتوف ارگاشوی ارماتویچ رئیس توجیکونی ولایت قوستانه جمهوری قزاقستان و رئیس اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان در جمهوری قزاقستان همچنین استاد مولا ظهور طاهری که همگان خوب میدونن بهترین طبیب جهان در سال 2004. بینندگان عزیز اینجا وقتی به برنامه موجود شده به انجام میرسد در فرجام باز هم تمنا میکنیم که همه سالم باشد همه سرجم باشد و چون که استاد گفتند همیشه سخنی نیک گفته باشند و یکدیگر قدرت و نادر بودیم برای شما.